سلام به همه بینندگان و شنوندگان شما که از طریق این چینل ما و شما را همراه دارن و سلام به همه هموطنا و همه ملت شریف افغانستان و همه فارسی زبانان عزیز در سرتاسر جهان. من نام من فریدون جعفریه. اصلیتم از مالستانه. پدر مرحومم و به نام عبدالحکیم جعفری و پدر بزرگم که یکی از متنفذین و موسفیدان ولسوالی مالستان بود به نام ارباب محمد جعفر خان در منطقه مالستان. البته این که من خود از مالستان معرفی میکنم این نیست که من متعلق به افغانستان نباشم، بلکه میخوایم اصلاح کنم که من در واقع یک افغانستانی هزاره تبار هستم و افتخار میکنم که تمام مردم افغانستان از مایه و ما با هم و برادر و برابریم و همچنین تمام هموطنا فارسی زبانا را ما دوست داریم و به او احترام میگذاریم. من من حیث رئیس روابط عمومی و سخنگوی فدراسیون شورای هزاره های استرالیا در خدمت شما هستیم. یک سال قبل فدراسیون شورای هزاره های استرالیا توسط متنفذین و بزرگان ما در کانبرا به سرپرستی برادر عزیزمان جناب آقای بشیر فایق که یکی از جوانای بسیار موفق و خدمتگزار جامعه است تأسیس شد و هدف از تأسیس شورای هزاره های استرالیا این نبود که ما این ادعا را داشته باشیم که همه مردم را بتونیم دور خود جمع کنیم. شما خود میدونید که هر نهاد، هر انجمن چه در کشور بزرگ و پهناور استرالیا و چه در شهرهای سرتاسر جهان یک نهاد هستن و هر کدام سعی میکنن در کنار هم کارهای خوب را انجام بدن و البته معنی که ما میگیم کارهای خوب، هیچ کس از کاری که بتونه او مطمئن 100% درست باشه ایره من ادعا نمی کنم. شاید بعضی از مشکلات ها، خالیگاه ها و نقطه های باشه که ما همینجا از بزرگا و موسفیدای ما میخواییم که بیاین ما را راهنمایی کنید تا دست به دست هم بدیم و این مشکلات ها و خلاها را برطرف کنیم. فدراسیون شورای هزاره های استرالیا امور رقم که پیشتر گفتیم یک نهاد اجتماعی فرهنگی که در بطن امی جامعه حضور پیدا کرده. البته این به معنی اینیه که ما کارکردهای کسانی که در گذشته برای مردم و برای جامعه ما در استرالیا، بزرگا، موسفیدا، علمای عزیز ما زحمت کشیده، اونا رو نادیده بگیریم. یعنی بگیم ما حتما باید کار ما درسته. نه، اونها هم کارشان بسیار عالی بوده، زحماتشون قابل قدره و ما به همه بزرگا و جوانای تحصیل کرده ما و همه عزیزا احترام داریم و ما هم یک نهادیم که نامش را گذاشتیم فدراسیون شورای هزاره های استرالیا. این فدراسیون شورای هزاره های استرالیا بر روی همه مردم بازه. هر کسی از خواهرها و برادرها که بتونن در اینجا حضور هم برسانن
دروازه شورا بازه که تا ما با هم بتونیم کارهای مثبت‌تر و خوبتری را انجام دهیم. بسیار سوالی به جایه. ببینین پیشتر من خدمت شما عرض کردم که هر نهاد یک نام از خود داره. نام از این نهاد فرهنگی اجتماعی را ما گذاشتیم فدراسیون شورای هزاره های استرالیا. ببینین هدف ما این نیست که فقط برای هزاره ها کار داشته باشیم یا کار کنیم، بلکه برای همه جامعه افغانستانی سعی ما همیه که کار کنیم. البته باید این را یادآور شوم که جامعه هزاره های افغانستان در طول تاریخ دچار مشکلات های گوناگون بوده از طرف دولت های وقت، اما ما با برادرای عزیز و اقوام مختلف افغانستان هیچ گونه مشکلی نداریم، به جز سیاست های دول های چی در گذشته و چی در چند سال اخیر و به خصوص در 3 سال اخیر که حکومت سرپرست طالبان حضور داره. با اونا ما کاملا موافق نیستیم و حرکات و رفتار اونا را نسبت به جامعه افغانستان، هزاره ها و به خصوص شرایط خانم ها محکوم میکنیم. تا امروز ما فعالیت‌های فرهنگی در داخل استرالیا هم داشتیم که نمونه از او ای بود که تأسیس شورای هزاره های استرالیا، ارتباط با جامعه خود و مردم خود و همچنین بیشتر از اون چی که ما در داخل استرالیا در شرایط فعلی یعنی توجه خود داشته باشیم که او هم یک بخشی از کار ما محسوب میشه. فعلا بیشتر ارتباط با مجامع بین المللیه. اما همکنون که ما و خودت در بنکاک حضور داریم، در تاریخ 20 و 21 جلسه بود یا کنفرانس بود توسط UN که این کنفرانس مختص برای جوانا بود و تیم هزاره های استرالیا که 2 خواهر بسیار گرامی ما، خانم شکوفه ناصری، نجیبه ناصری و همچنین برادر بسیار بزرگ ما جناب آقای رمضانی و همچنین شخص خود شما جناب آقای علی محسومی با هم دیگه آمدیم صدای مردم خود را، صدای خواهرای خود را، مشکلات که در داخل افغانستان بود هم با مقامات ذی ربط و هم به مجامع بین المللی انعکاس دادیم که این خود نشان دهنده ایه که ما چون یک سفر چند هفته قبل از اینکه ما در بنکاک بیاییم، 1 ماه قبلش در آمریکا داشتم با یک تیمی که در او برادر عزیز ما جناب آقای فایق هم حضور داشتن و به سرپرستی اونا این تیم رهبری شد. دستاورد بسیار خوبی داشتیم و همچنین دیروز که شاهد سخنان 2 همکار بسیار مهربان ما، خانم شکوفه ناصری و خانم نجیبه ناصری بودیم و شما هم شاهد بودین که چقدر درخشیدن و بعد از اتمام صحبت‌های اونا همه تیم‌هایی که از کشورهای دیگه آمده بودن ما و شما را مورد تشویق قرار دادن و به خصوص 2 خواهر ما از طرف خود رئیس UN و همچنین رئیس Human Rights خانم دکتر ماری لوح تقدیر را گرفت. روز اولی که اجلاس، وقتی که در تاریخ
20 شروع شد. خوشبختانه ما از جمله با دکتر ماری که همیشه در تماس هستیم. نقطه مثبتی که من اونجا دیدم، ما با سفیر آمریکا در بنکاک تماس داشتیم، از نزدیک صحبت داشتیم، ملاقات داشتیم و اونا قول همکاری دادن که حتما صدای ما و شما را در مجامع بین المللی بیشتر انعکاس بده. و همچنین خانم دکتر الهام انور، دختر نخست وزیر مالزی که خوشبختانه امسال در اجلاس حضور داشتن و یکی از مهمانای ویژه بود، با اونا بسیار گفتگوی خوبی داشتیم و خانم الهام انور قول دادن که حتما با وزیر آموزش پرورش یا همون وزیر علوم کشور مالزی مشکلات خواهرای ما را مطرح کنن و مختص ما از اونا خواستیم که ما ادعا نداریم که شما حتما در یک بار حداقل 100 نفر از دانشجویای ما را به خصوص خواهرای ما را بیارین در مالزی، بلکه اگر حتی 3 نفر از خواهرای ما که در سطح بین المللی حرف اول میزنه از لحاظ سطح درسی، اونا را بیارین و کمک کنین به اونا، برای ما کافیه در سال اول یا سال دوم. و همچنین صحبت دیگه ای که با یکی از استاد دانشگاه هایی که مقیم بنکاک، او خانمی بود از ترکیه، من اسمش یادم نیست فعلا، اونا یک قول همکاری دادن که دانشگاهی که در ترکیه حتما با شما همکاری خواهد داشت در این قسمت. و صحبت های دیگه ای داشتیم با سفیر خود ایتالیا در بنکاک. اونا بسیار در قسمت همکاری با خواهرای ما اعلام آمادگی نمودند و با وزیر، یکی از وزرایی که او در قسمت علوم و تربیت برای جوانان کار میکنه در بنکاک، با اونا صحبت هایی رو داشتیم و اونا هم در این قسمت قول و قرارایی دادن. در قسمت مشخص سوال شما، من باید عرض کنم که ما جز ای که صدای خود را به مجامع بین المللی از طریق نهادهای حقیقی و حقوقی مجامع بین المللی به جهان برسانیم، هیچ گونه ارتباط دیگه بین ما و نهادهای مذهبی کشورهای مختلف و یا امو سانتولوژی که دوستا مطرح کردن وجود نداره. و باور کنید که یک روز، یک لحظه، یک دقیقه نشده که یک نهاد مذهبی بیایه برای ما یک نقطه را مطرح کنه که او گویای ای باشه که بتونه امو ذهنیت ما را نسبت به مردم ما، نسبت به اون هدف ما، نسبت به او گذشته ما که ما از یک جامعه اسلامی هستیم، او را بخواه که منحرف کنه و به ما ای را بیاموزه که ما بریم در مردم یک ای دین یا ای مذهب را تبلیغ کنیم. ما من حیث یک کسی که در خانواده اسلام شیعه در دنیا آمدم و همچنین همکارای ما، هیچ وقت این اجازه را به خود نمیدیم که بتونیم به احترامی به دین ما شوه یا به عقیده ما شوه، بلکه همکاری نهادهای مثل ادیانهای مختلف در این کنفرانس ها وجود داره برای که ما چطور بتانیم همه ادیان را دور هم جمع کنیم و جهان آری از صلح داشته باشیم. نه اینکه ما بخوایم یعنی فشار بیاریم که شما بیاین آنچه که در عقیده من میگنجه قبول کنید و یا ساینتولوژی و یا چرچ بخواه او عقیده خود را بر ما تحمیل کنه. ای که
ساینتولوژی یا نهادهای مذهبی دیگه با سازمان بین المللی حقوق بشر و یا همون UN ارتباط هایی داره و کمک هایی را با اونا دارن، این بر جهان پوشیده نیست، کلا مشخص و معلومه. اما این که به ما کدام مبلغی کمک شده باشه که ما بتونیم او را توسط اون مبلغ سر جامعه خود فشار بیاریم که بین خدای نکرده از اهداف و دینتان بگذارین، کاملا ما ایره مردود میدانم و امیدوارم که برادرای ما، هموطنای ما دچار این تبلیغات قرار نگیرن و ما روزی انشالله به همه ثابت خواهیم کرد که ما اون چیزی که تبلیغات نیستیم. بسیار تشکر. ببینید، از این که من گفتم من مسلمانم، هزاره شیعیم، هدف من این نبود که بخوایم مطرح کنم که من میخوایم کسانی را لبیک مگیم، کسانی را ویلکم مگیم که اونا فقط هزاره باشن و شیعه باشن. نه، ما امی الان که با شما صحبت می‌کنم در فدراسیون شورای هزاره های استرالیا، هزاره های اهل تسنن ما هم حضور فعال دارن و حتی من از همینجا از همه هموطنان دعوت منم که بیاین در کنار ما باشید، با همدیگه همکاری کنیم، چون نیت ما کار کردن برای جامعه مایه، نه برای کدام مذهب خاص یا کدام دینی خاص. چرا ما اون نقطه را مطرح کردم؟ به خاطر ازی که بعضی از تبلیغات هایی بودن که شما هم در جریان هستین، خواستم مطرح کنیم که ما کسیم که از اون طریق شناخته میشیم، نه اینکه او یک فاکتور یا یک روشی باشه که ما او رو دنبال کنیم. ما هیچ وقت بر طبل مذهبگرایی و دینگرایی نمیپردازیم، با اینی که همیشه آنچه که قبول داریم، آنچه که نیت ما هست، آنچه که در گذشته پدر و مادر ما با ما آموخته، بر او احترام بگذاریم. ببینیم، بدون شک سیاست ما بر مبنای ازیه که هر کسی که بتونه صدای مظلومیت مردم ما را به جای جای جهان برسانه، ما با او همکاریم. همکاری با هر نهاد، با هر گروه، با هر دین و هر مذهب، همکاری متقابل و احترام به طرفین. یک بار پیشتر هم عرض کردم جناب معصومی و بار دیگه هم از طرف خود هم از طرف فدراسیون شورای هزاره های استرالیا و کل کسانی که عضو ما هستن، احترامات خود خدمت همه علمای عزیز کشورمان، چی در داخل استرالیا که خیلی از شخصیت های خوب را ما داریم، علمای عزیز را ما داریم، و چی در خارج از استرالیا که اونا هم برای ما قابل احترامه. احترامات صمیمانه خود به اونا ابراز می‌داریم. بدون شک یک جامعه نمیتونه بدون عالم، بدون دانشجو و بدون تکنیسیان به سطح عالی و متعالی برسه. زمان یک جامعه میتونه موفق شود که همه نهادها و گروه‌ها و همه متخصصین را با خود داشته باشه. از این رو ما همیشه دست برادری و برابری را
با اونا دیدیم و میدیم از این به بعدم دروازه شورا برای اونا بازه. بدون شک اونا عزیزای مایه، بدون شک اونا زحمات زیاد را کشیدن، بدون شک در داخل جامعه استرالیا اونا خیلی زحمت میکشن. ما شاهدش هستم. نمیشه که ما تکی تکی نام ببرم. همه اونا برای ما قابل احترامه. همه جوانایی که در داخل استرالیا که امروز تحصیلات عالیه داره، اونا هم برای ما عزیزن، قابل احترامن. اختلاف نظر داریم، اختلاف نظر را ما هیچ وقت به دشمنی تبدیل نمونیم. اما ما در مورد سوال مشخص شما باید بگویم. پیشترم گفتم که شاید اختلاف نظر وجود داشته باشه، اونا نظریات خودشون دارن و ما هم به خاطر امو ارتباط های بین المللی که هستن ما نظریات خودمون داریم. اگر چنانچه اختلاف نظری وجود داره، ما از برادرای علما میخوایم که لطفاً بیاین با ما بشینن صحبت کنیم، از نزدیک به اونا ایره بقبولانیم و یا تفهیم کنیم که هیچ گونه اگر یک هزاری یا یک افغانستانی بنابر شرایطی رفته و یا بنابر شرایط شخصی خودش، یک عقیده شخصیه فردیه، رفته به یک دین دیگه مثل دین مقدس مسیحی که ما عیسی مسیح را قبول داریم، پیوسته و امروز آمده در کنار ما همکار شده، یعنی ما هم هزاره ایم او هم هزاره، پس بنابراین هیچ مانعی از طرف ما وجود نداره و من مطمئن هستم که علمای عزیز ما بنابر داشتن بسیار علم موثق دینی با او مخالفت نخواهد کرد. که اختلاف نظر را با دشمنی تبدیل کردن باعث از این میشه که شکاف ها بیشتر شود. این که ما چطور میتونیم همپذیری را بیشتر کنیم، وحدت را بیشتر کنیم؟ فقط تنها نکته‌ای که میتونه او را کمک کنه هم به ما هم به برادرای ما اویه که بیایم همه با هم بشینیم. اگر ما یک روزی از یک کسی گلایی هم داشته باشم باید حضوراً بشینم صحبت کنم. اگر چنانچه قانع شدم بیایم همکار شوم. اگر قانع نمودم طرف مقابل را، اونا مطمئناً میاین همکار میشن. به این خاطره که ما میخوایم که بیایم هر اختلاف نظر را با گفتگو حل کنیم. یعنی هدف من ای که پیشتر گفتم دروازه شورا برای دوستا بازه ای بود که اگر چنانچه کدام اختلاف نظری وجود داره بیایم با هم دیگه بشینیم اختلاف نظرها را حل کنیم تا ای که جوانای ما بیتنه اعتماد داشته باشه نسبت به بزرگا و موی سفیدا و علمای ما و بتنه در مجامع بین المللی بدرخشه. و نقطه بسیار مهمی دیگه‌ای که ما باید این رو بپذیریم اویه که اگر ما به درستی مسئولیت ها را به نسل نو تقدیم نکنیم، جامعه ما، مردم ما در گذشته مشکلات هایی داشتن و در آینده هم مشکلات های بیشتری خواهد داشتن. بسیار سوال خوبی بود، واقعا من از شما سپاسگزارم. در طول 2 سالی که گذشته و من خودم شخصا 2 بار به آمریکا و این دومین باره که به بنکاک حضور به هم رساندیم با همکارای عزیز ما. در هر سفر آمریکا رفتن و برگشتن
برای هر شخص بالای 6,000 تا 10,000 دلار مصرف داره. یعنی ما تنها در خوشبینانه ترین حالت تنها تیکیتی که ما بگمونیم 2,700 دلار کاست من رفته برگشت و هر شبی که ما اونجا اقامت داریم 400 دلار آمریکایی کاست من، بدون هزینه های جانبی دیگه مثل چاشت، مثل زور، مثل شام و انواع و اقسام دیگه ای که ما خودت میدونی که وقت آدم در مسافرت موره بالاخره مصارف های دیگه هم داره. یعنی باور به خدا کن اگر هموطنای ما روزی از ما بخواه، من میتونم که تک تک کسایی که با ما رفته و برگشته، چون در هر بار ما بودم همراهشون، با پروف و با استدمن بانکی نشان بدیم که هیچ گونه پول را ما از کدام نهادی دریافت نمونیم که بتونه او نشان دهنده ازی باشه که ما را کمک کرده. بله، این ما باید اعتراف کنیم. بعضی از بزرگای ما هستن، چی در سال گذشته چی در این سال، بیزنسمنای ما، موسفیدای ما، عزیزای ما، کدام یک 500 را یک 200 را به شورا، نه به ما، به صندوق شورا کمک کرده که شما نظامی برین یک خرج سفر شو برای شما. من از همه کسایی که چی 1 روپی، چی 100 روپی، چی 500 روپی، چی 1000 روپی یعنی به صندوق شورا کمک کرده، چی در ایونت هایی که بوده، آجی صاحبای ما که من نمیشه که یکی نامشه اینجا بگیرم، از همه از اونا سپاسگزاری میکنم. این به معنی از این نبوده که به شخص من، به شخص کسای دیگه که همراه ما همکار بوده در طول از چند سفر کمک کرده باشه، بلکه به شورا کمک کرده، چون فهمیده که هدف ما رفتن در مجامع بین المللی برای مردم خود مایه و به او خاطر ما بار دیگر از همه ایشان تشکر و سپاسگزاری میکنم. دست همه ایشان را که دست برادری با ما داده میفشارم و با اونا سر تعظیم فرود میارم. پیام مشخصی که ما میخوایم او را برای دوستا ارائه بدیم، نه به معنی ازی که به قول آزرگیز ما شما که دیدی ما یک کار کردیم، نه، به معنی ازی که ما بتونیم هر کس در یک بخش اگر کار کنیم بیشتر به موفقیت مرسیم. پیام مشخص ما ایه که برای اولین بار در سطح جهان فدراسیون شورای هزاره‌های استرالیا مشکلات مردم خوره، مشکلات خانم‌های کشور خوره، مشکلاتی که در گذشته چی بر ما گذشته در سطح بین المللی مطرح کرده و به گوش جهانی ها رسانده و این هدف را ما انشالله دنبال منیم تا ای که بتونیم یک روزی هم به جهانی ها و هم به کسانی که بر ما ظلم روا داشتن ثابت کنیم که ما مورد تبعیض قرار گرفتیم، ما مورد ظلم قرار گرفتیم و باید این تبعیض و این ظلم برطرف شود. در قسمت مسیج دیگه‌ای که ما داریم ایه که افغانستان و کشور ما، مردم افغانستان در مشکلات و معرض‌های گوناگونی قرار داره، اما بخش مهمی از جامعه افغانستان که او خانم ها باشه بیشتر از آقایان دچار مشکل. ما در حال حاضر تنها مشکل درس و مدرسه و کار کردن و مشکلات آموزش خانم ها را نداریم.
من احساس می‌کنم بیشتر از مشکلات مدارس در شرایط فعلی با سیاست‌هایی که حکومت سرپرست و نامشروع به اجرا گذاشته، فامیلی وایلنس، خشونت‌های خانوادگیه. این ما نباید نادیده بگیریم. ما دمی چند اجلاس گذشته هم که بوده، ما همیشه این را بیشتر از این که خانوما نمیتونه درس بخونه مطرح کردیم. از مجامع بین المللی، از نهادهای حقوق بشری، از وکلای حقوق بشر خواستیم که در این مورد توجه بسیار جدی را داشته باشه. و نمونه دیگه که شخصا خود شما در جریانین، او شوی که امروی سفیر استرالیا که مقیم در قطر و در امور افغانستان کار کنه، یک جلسه آنلاین ما و شما داشتیم، موضوع کشتی رو مطرح کردیم. کشتی ها متاسفانه در افغانستان، حالا ما معنی کشتی رو نمیتونیم با برادرای پشتون خود تلقی کنیم. برادرای پشتون ما همیشه در کنار ما بوده، اما سیاست های نوجای دولت ها باعث شده که یک کسانی هم مثل کشتی ها به در مناطق مرکزی افغانستان مردم را از خانه و کاشانیش آواره کنه، کشت و کشتار کنه و مورد ظلم قرار بده. وقتی ما این رو با سفیر استرالیا که در امور افغانستان مطرح کردیم، اونا این رو گفتن ما جدیداً شنیدیم که یک همچین چیزی هم وجود داره در افغانستان به نام کشتی، که اونا در فصل بهار یا تابستان در مناطق آزار نشین میرن و اونجا مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدن. ما دیروز با ریاست محترم شورا وقتی که تماس داشتم، اونا یک خبر خوب را به ما ارائه دادن و او این بود که سفیر استرالیا به جناب فایق صاحب ایمیل زده که ما این موضوع رو پیگیری کردیم. هیئت از طرف UN در حال حاضر در منطقه حضور داره و برای اینکه ثابت شده که این حرف درسته یا نه، برادر ما جناب فایق صاحب تماس داشته با منطقه و اونا هم تایید کردن که بله، هیئتی از طرف سازمان ملل آمده این موضوع را در حال بررسیه که چقدر مردم از این ناحیه دچار مشکل شده و چی خسارت‌هایی را به بار آورده و کیا از خانه و کاشانه و زمین و آبایی و بابایی خود آواره شده. اینا نوعی از کارهایی که ما انجام دادیم و این میتونه ای باشه که نهاد ما باید مردم و برادرای ما بپذیره که بگذارن ما در خارج از استرالیا کار کنیم، فعالیت کنیم و دوستای دیگه ما بیاین در داخل استرالیا کار کنن. ما هیچ وقت با اونا مشکل نداریم. متاسفانه در طول یک دو سال اخیر اعظم مهاجرین عزیز ما در 2 کشور همسایه حضور داشتن که با سیاست‌های کشورهای دوست و همسایه مورد بی‌مهری‌های زیاد قرار گرفتن و به طور چشمگیر از جایی که سالها زندگی میکردن، جایی که از منظر حقوق بشری حقشان بود که تابعیت او کشور بگیرن و داشته باشن، مثل شهروند از او کشور زندگی کنن، دوباره متاسفانه به زور اخراج شدن که امروز شاهدش هستین در مناطق مختلف افغانستان مشکلات های بسیار زیادی به بار آورده از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، تحصیلی و نقاط دیگه‌ای که خیلی در این روزا اون موضوع بسیار پررنگ شده. اخراج مهاجرین افغانستانی از ایران که این بسیار به طور بی‌رویه، بدون هماهنگی، بدون در نظر داشت شرایط حقوق بشری و بین المللی صورت گرفت و نمونه‌ایش هم در چند روز اخیر شما داشتین که
متاسفانه یک موتری که حامل 70 چند نفر از مهاجرین بود در یک جای مورد سانحه قرار گرفت و همه مهاجرین عزیز ما از بین رفتن و شهید شدن. ما خدمت خواهرای ما، برادرای ما که از این ضایعه عزیزایشان از دست دادن و خدمت همه خانواده های عزیزا تسلیت میگم. خداوند روح اینا را شاد داشته باشه. و بله، مهاجرین عزیز ما در اندونزی، مالزی، ایران، پاکستان، ترکیه، ایتالیا، ما همه از اینا رو در جریانیم و همه اینا را در یک پلتفرمی که داشتیم نوشته کرده بودیم. یک ایمیل را به همه کسایی که در این قسمت با ما همکاری منن روان کردیم و اونایی را پیگیری منن و انشالله به زودترین وقت مشکلات از اونا برطرف خواهد شد. ما باز هم جا داره که از همه هموطنهای عزیز، همه فارسی زبانان خارج از کشور سپاسگزاری کنیم که در طول چند روز پیام های بسیار محبت آمیزشان در سوشل میدیا و همچنین مسیج های خصوصی برای ما فرستادن و مشکلات خود مطرح کردن که اونا متقابلا انتقال پیدا کرد به مسئولین زیر ربط. رویش که چطور میتونن به هزاره فدریشن بپیوندن، از طریق گوگل سرچ کنن Federation of Hazara of Australia. اونجا همه ایمیل، تلفن، آدرس آمده و میتونن از اونجا با ما از طریق ایمیل به تماس شون تا انشالله بیشتر ما بتونیم همراهی و همکار باشیم. من هم از شما برادر عزیز و همکار بسیار گرامی ما، رئیس بخش رسانه فدراسیون شورای هزاره های استرالیا جناب آقای علی معصومی که برای بار اول من همراه شما همسفر شدم، جوان بسیار متین، با وقار، مؤدب، همکار بسیار خوب، با حوصله، و از همه همکارانم خانم ها بانو شکوفه ناصری، بانو نجیبه ناصری، برادر عزیز ما جناب آقای عبدالله رمضانی، تشکری و سپاسگزاری میکنم و ما بدون شک بدون شما نمیتونستم این جلسه مهم و این سفر مهم را به پیش ببرم. حق یارتان و همه هموطنان عزیزم را در سرتاسر جهان، به خصوص همه فارسی زبانای عزیز را در سرتاسر جهان سلام و احترامات و عرض ادب تقدیم می‌دارم. با حرمت، جعفری.